یک گروه زنان از جماعت قلعه نو راغون با مراجعت به آزاده رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان خواستار مساعدت در رهایی فرزندانشان شدند. این گروه 10 نفره صبح 25 اپریل به نزد بینای دستگاه اجرایی رئیس جمهور آمدند. آنها امید دارند که با دخالت آزاده رحمان قضیه بازداشت پسرانشان حل مثبت خود را پیدا خواهد کرد. آخرین درگاه مو کس یعنی آزاده ایمالی محمد جو رفتیم. هفته مرد مو خونه نرفتیم. هفته مرد ما بجویم. من بگناه خدی را گرفتگی واردگان محکم کردگان. بچه ما بله دوشتگ دستی میره در مهاجرت بسیار وقت در مهاجرت نمیدونم موسی محیل در میخونه میسته. زندگی در دوران ما صغیره کلان کردیم. همه آدمای همه جامعه بسیار به اوتان. یا کسب یا آگاهی اقلا گرفتگی میشدن ما میگفتن که خیلی بچه‌مون یگان گناه دارن خمون یا چیزی میکنیم. ما فازان رسیدگی آزاده رحمان به قضیه مهرآور مقصودوف سرباز لطوکوب شده این زنان را هم امیدوار کرده است و آنها میگویند که با نیت حل مشکلشان به او مراجعت کردند. زیر لطوکوب قرار گرفتگی را می اینترنت خوندیم که می محترمه آزاده امامعلی کمک کر مادر یم کسا ما را به همین خاطر یگانه امید ما به همین کسا امید داریم ما مادران. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که برخی از ساکنان قلعه نو راغون را برای شامل شوی به گروه‌های افراطی بازداشت کرده، عده دیگر را برای پرسش همچون شاهد به ساختارهای مقامات کارهای داخلی دعوت نموده است. 10 روز گفتن نمی چیده اویس گفتن که ایورا گمانبر گفته وردگان ولی جواب میشوند. همه بچه‌ها گمانبر گفته وردگان ولی جواب میشن. ما تا 10 روز در پیش یمو اویس هیچ ولی جواب میشن ولی جواب میشوند. بعد 10 روز جنایتی کردن و سیزو آوردن. قبلا صبح 9 مارس نیز پیوندان گروه از جوانان دهه قلعه نو شهر راغون در نزد بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جمع آمده خواستار آزادی آنها شدند.